همراهان گرامی سلام علیکم. امیدوارم حالتان خوب باشه. دیگه ما به خیر آماده سفر شدیم، چمدونا را بستیم و دیگه راهیم. شما در ادامه با ما باشین ببینین که ما کجاها موریم، چی کارا مونیم. Elia? Ja, Bismillahirrahmanirrahim. خب دوستا دیگه ما پیاده به طرف بانهوف داریم موریم. دیگه همونطور که میبینین دیگه هر کس چمدون خود جدا گرفته، ایدیا از خود گرفته، هر از خود چون که از یک چمدون کوچیک بیشتر اجازه نداشتیم ببریم. چی شده مامان؟ و اینکه آره دیگه پیاده ما این طرف بانهوف، یعنی همون ایستگاه قطار سوار میشیم و اون طرف فرودگاه بخیر. دیگه باران هم میباره، هوا گرمه ولی باران میباره. باران هم که باریده یک دم میشه، یک خیلی چیز بدیه همینجوری. یعنی منظوریه که نیل نجانم آماده شده، چمدون خود گرفته. در ادامه با ما باشین ببینید که چه پیش میاد. بار سنگین شد. چی شده؟ بار سنگین شد، کمان دم کشید. میخوای کلی پشت پشت بنداز؟ نه وایسا بندازش بستمش باز اینجوری. یالا بریم دیگه. دیگه شما بیننده باشین ببینین که در مسافرت از ما چه چیزایی پیش میاد، ما چی کارا مونیم و حتما برای ما انتقاد و پیشنهاد داشتین برای ما کامنت کنین. اگر میلرزه یکم دوربین معذرت میخوام، پای دوربین در دستم نیستم، قدس دارم میگیرم، بعد به خاطر همون میلرزه وقتی راه مرم. خب دیگه ما همینجا نزدیک بانهوف رسیدیم. یه رودخانه قشنگ شهر ما. از خیابان رد چیم اون طرف دیگه بانهوفه. خیلی خوشحالم دوستای عزیزم که در این سفریم، شما را همراه خود دارم و با هم یک جای موریم مسافرت. اگر روی وجود دیوار معلوم باشه همونجا که پرچم زده ساعته، به ساعت 1:20 زده، ما 1:30 چیز ما میاد دیگه، قطار ما میاد. آره پیشتر خیلی دمش بود نه؟ خب چراغ سبز شد، بریم بچه. آره یکم باد شد، خوب شد. پیشتر خیلی دمش بود. ما بریم گلایس پیدا کنیم، گلایس قطار را، یعنی همون ایستگاه قطار را پیدا کنیم و دیگه فکر کنم یک چند دقیقه صبر کنیم تا قطار برسه. سنگینه مامان؟ چی؟ سنگینه؟ قربونش برم من.
اینی هم خوارشم خواهرتون kein استرس. اینم SBB بلیط فروش. بلیط فروش SBB نه جایی که بلیط میفروشن. قطار از ما نیومده دیگه، ما باید صبر کنیم تا قطار بیاد. خدا رو شکر زودتر رسیدیم. استرس الکی، بودو الکی. باید همین صبر کنیم. قانون خود امشب 10 دقیقه زودتر باید در ایستگاه باشید. اگر ممکنه بعد از اون سر ساعت 6 هم که برسی دیگه در باید باز نکنید. آره دیگه، اما از آدم زودتر برسه بهتره نه؟ زودتر باشید بهتره. اینقدر تست از اومده میخ گرمیم شد. برکت هم نیامده نرمال دیگه. فکر نکنید. هوای زده گرم. خب دیگه همراهان گرامی که ما قطارمون اومد دیگه داخل شیش نشستیم که همیشه دیگه خیر حرکت کنه. طرف کجا؟ سویدن. نه طرف فرودگاه. فرودگاه دیگه باش ما شما قطار اومده فرودگاه رفتیم بعدش تا سویدن بودیم انشالله. ایلیا جان، بابا جان، این هم الینا خانم. چه دیست مدرزا خب رسیدیم داخل بانهوف زوریخ. یک خرابه نه؟ ما رسیدیم داخل فرودگاه زوریخ. اینجا دیگه پروازها را زده و ساعت ها را. بریم بخش اصلی رو پیدا کنیم. کجایه؟ الینا بیا. آره اینجایه. ما بریم بخش چکین که پاسپورت ها اینا رو داشتم تحویل بدیم و بار بذاره که بریم داخل. انشالله که سفر خوبی داشته باشیم. بسم الله باید بریم بالا. برو ایلیا. یکی از دوستاش میخوایم بریم مسافرت. کلی مردم قچه مدونه وایستادن دیگه که چک کنن.
اینجا باید چی کار کنیم؟ بلیط‌ها رو می‌گرفتیم. آها. اینجا هم دیگه بلیط‌ها انگار اسکن مونن. یکم دیگه نه اسکن کردیم یا بره تو. یزمن نه چمدون بزنیم. آره اینا خود اسمش داشت. یک چسبه خب بچسبانم وقت اینجا دیگه چمدونا رو کیلو مونه، پاسپورت ها رو میگیرن، کنترل مونن، بعد میفرستن داخل. ای جنگ چمدون داره ایلیا قبابای خوب. چمدون است خیلی سر اینجا. است خیلی سر؟ النا خوبی؟ آره اوکی. خب همراهان گرامی، دیگه ما پروازمان کنسل شد. ما برگشتیم طرف خانه، شب هم همونجا استراحت کردیم و فردا دوباره رفتیم طرف فرودگاه. و این ویدیو هم که میبینین ولاگ 2 روز از مایه، 2 روزی که رفتیم طرف فرودگاه. من خلاصش برشون گذاشتم. خیلی اذیت شدیم، یعنی که ما ساعت 4 بعد از ظهر پرواز داشتیم تا 8 شب 9 شب نمیفهمم دقیق یادم نیست. ما در فرودگاه بودیم و منتظر، ولی متاسفانه پروازها کنسل شد و فردا دوباره رفتیم طرف فرودگاه، ولی بازم مستقیم طرف سوئد پرواز نداشت. ما رفتیم در دوزلدورف آلمان و بعد طرف هامبورگ. از هامبورگ دوباره پرواز طرف سوئد، یعنی یک سفر 2 ساعته از ما متاسفانه 2 روز کشید تا ما در سوئد رسیدیم. خب این چیزا به هر حال مهم نیست، همین که به خیر رسیدیم شکرش باقیم. دوستای عزیز دیگه در ادامه با ما باشیم. ما رسیدیم در فرودگاه دوزلدورف آلمان و قراره که شب اینجا بمانیم و فردا صبح دوباره پرواز کنیم طرف هامبورگ. خب دوستای عزیز، تا یک ویدیوی بعد و ولاگ بعد شما رو در خدای پاک میسپارم. خدا یار نگهدارتان باشه. خدا حافظ.